یه زمانی به خودم اومدم و دیدم بدون دنیای عروسک سازی اصلا نمیتونم ادامه بدم. همون لحظه ها بود که غرق تو دنیای عروسک سازی بودم و لبسنجابی ها به وجود اومدن. لبسنجابی هایی که الان کلی داستان پشتشونه. البته اینا جاکلیدی های چوبی هن که براتون داستانشو میگم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز سه‌شنبه است و تقریبا امروز کار خاصی نداشتم که انجام بدم. فقط یه سری برنامه‌ریزی ها، یه سری کار مختلف نیاز بود که انجام بدم که خدا رو شکر خوب پیش رفتن. حالا بیاین دستبندم بهتون نشون بدم. خیلی قشنگه و خودم ساختمش. حالا دوربین رو برمیگردونم حتما بهتون نشون میدم. دیگه اینکه الان دارم یه سری عروسک میسازم. در واقع جزء سفارشات نیستن، چیزایی که خودم دارم میسازمشون. به خاطر همین خیلی راحت و آسون داره پیش میره. دیگه اینکه بیاین دستبندم بهتون نشون بدم. خیلی ذوقشو دارم. خیلی کیوته و اینکه این مدل گره زدنش و ایناشو همشو خودم درست کردم، از توی پینترست نگاه کردم. خیلی کیوت شده. واقعا گرفتن ویدیو یوتیوب یکی از سخت‌ترین کارهاییه که میتونه آدم انجام بده. دلیلش هم اینه که اینکه مستمر بخوای انجام بدی خیلی سخته و الان حدوداً نزدیک 2 ماه میشه که من دارم ویدیو یوتیوب میگیرم و مستمر دارم تلاش میکنم که ادامهش بدم و امیدوارم که همچنان ادامه دار باشه. و اینکه همین نظم داشتن و اینجور چیزاش خیلی سخته دیگه. امروز گفتم که تو باید تلاشتو بکنی که ادامه بدی و اینجور چیزها. هر چقدر فکر کردم موضوع خاصی رو نتونستم پیدا کنم که بیام راجبش ویدیو بسازم. پس ویدیوی این هفته به صورت ولایه و شما قرار مراحل کار رو ببینید. این بدن نیمه کاره‌ای هم که پشت صحنه دارید میبینید، امیدوارم ندرسید. بدن عروسک بدون سر و اینا همچین چیزیه، کم ترسناکه. دیگه اینکه بیاین یه قسمتی از کارگاهو بهتون نشون بدم. البته زیادم تمیز نیست ولی یه قسمت از کارگاهو ببینید و اینکه عروسک‌های جدید رو بهتون نشون بدم. خیلی یهویی دلم خواست یه عصرونه خوشمزه بخورم و این سری هم دوباره به چت جی پی تی اعتماد کردم. چیزایی که داشتم بهش گفتم و بهم یه رسیپی خوشمزه از کیک داد که امیدوارم این سری واقعا خوشگل و خوشمزه بشه. حالا بریم درست کنیم ببینیم چی میشه. تو دوربین نمیده. نه کمر کل بدن رو اینجوری. بعد چرا میله؟ چی؟ میله. یه سری تایما خیلی شوخی میتونی بگیری و ترجیح میدی که این کارو نکنی. بعد با توجه به اینکه بالش تجهیزات پولدار شه. یه سری جای خاص فقط همین، مثلا از این مرتبه نمیشه اینقدر تهران اونجا زندگی کردم. یکی داره از مترو من یه دونه چیز گرفتم. الان وقت تمیزکاریه. همونطور که دیدید میزم خیلی به هم ریخته است و باید تمیزش کنم. بعدش میخوام سر این بدبخت رو درست کنم. البته سرش خیلی کار داره به خاطر اینکه سر عروسکام زیرساز دارن و زیرسازش مثلا ممکنه 1 روز زمان ببره و بعدش شما میتونید بدن رو ببینید کامل و نترسید. دیگه همین. الان میخوام یه دونه عروسک جدیدم هم که تازه ساختم، یعنی دیروز ساختم، بهتون نشون بدم. البته بعد از تمیزکاری و ازش عکاسی تولید محتوا کنم که توی پیجم بذارم.
بچه‌ایه که تازه ساختمش. خیلی کیوته. ببین لباساش کاملا عوض میشه. بال فرشش به درخواست مشتری بود. پشت سرش هم یه دونه از این توپیا داره که تنظیمات بشه، دقیقا وسط سرش باشه. خب کفشش هم سفیده. لباسش هم از این چسبیا داره که بازو بسته میشه جلوی لباسش. تازه بالش هم میشه برداشت و دوباره وصل کرد. خیلی کیوته. اگه تونستم ویدیوی تعویض لباسشو میذارم واسهتون. الان میخوام توی این قسمت تخت اتاقم که روکشش سفیده تولید محتوا کنم و لباس عروسک رو در بیارم و دوباره تنش کنم، ویدیو بگیرم، ریلز بذارم تو پیجم. حس میکنم خیلی قشنگ میشه چون خیلی وقت این مدل تولید محتوا نداشتم تو پیجم. خسته شدم. برامون انجام بدم و بعدش باید ویدیو ادیت کنم بذارم تو پیجم و اینا، یه سری کارهای پیجم رو انجام بدم دیگه. اگه تونستم کجاست این عروسکم صورتش آماده کنم دیگه. همین. برم ببینم کارم چطور پیش میره. سلام. امروز چهارشنبه است و من از صبح زود پا شدم، دارم یه سری از کارامو انجام میدم و پیش میبرم و اینکه الان دیگه گفتم بیام یه صحبتایی بکنم و به بقیه کارم برسم. دارم یه دوخت لباس انجام میدم به خاطر اینکه برای دوستم و رئیس جزئیاتش میخواست تغییر بده، گفتم که براش انجام بدم. بعدش باید به کار لبس انجابی‌ها برسم. در کنار اینا یکم کار خنروزی رو دارم. بعد از ظهرم میخوام برم باشگاه. خیلی خوشحالم، یه چند روزی تمرین نکردم. من کلا از بچگی تمرین کردن و ورزش رو خیلی دوست داشتم و از هم بچگی مثلا همیشه ورزش میکردم. الان 2-3 سالیه که بدنسازی میرم و خیلی دوست دارم. مربی من مخصوصا خیلی دوست دارم و خیلی تاثیر گذاشته واسم. ولی یه حدوداً 2 ماهیه که یوگا هم میرم کنارش، هفته 2 بار یا 1 بار و اینا، به خاطر اینکه مثلا دوست داشتم یکم انعطاف بدنم و اینا هم زیاد کنم دیگه. همین، ببینیم چی میشه. استایل امروزم با اینکه خیلی یهویی سرهمش کردم خیلی دوستش دارم. ترکیب صورتی و سفید شده. کلا من اصلا از بچگی پوشیدن دامن و پیراهن و اینا رو خیلی دوست داشتم و الان چندین سالی که بیشتر میپوشم. البته دامنم یکم چروکه، سعی کنید نبینید چروکاشو. دیگه تو فضای خونه است دیگه، حالا چروک زیاد مهم نیست. چند روز پیش یه سری جاک کلیدی ساختم برای پیج لبس انجابی‌ها و پکشون کردم. خیلی قشنگ شده پکشون. بیاین بهتون نشون بدم. اونقدر پرقدرت نذاشتم برای فروش، فقط نشون دادم تو پیجم. ببینید اینطوریه. خیلی بسته بندیاشون هم شیک شده. اینا رو خیلی دوست دارم. بعد اینجاش مو چسبیده چرا؟ بعد اینکه اینا مثلا برای برندهای مختلف و اینجور چیزا هم میشه مثلا همکاری کرد باهاشون که مثلا لوگوشون رو درست کنین گیفت بدن و تو فکرمه که بر این اساس و هدف تبلیغ کنم. اینو ببینید خیلی قشنگن. حالا ببینم چطور پیش میره دیگه. خودم که خیلی به دلم نشسته و خیلی دوست دارم. حالا امیدوارم که استقبالم بشه ازش. کلا نشون دادن یه محصول جدید تو پیج اینستاگرام برای من خیلی ترسناکه. دلیلش هم اینه که من قبلا یه پیج اینستاگرام داشتم. بر راستای اون پیج اینستاگرام مثلا هر محصولی که میتونستم درست میکردم میذاشتم. به خاطر همین خوب ویو نمیگرفت یا فروش اون محصولاتیم که همیشه خوب بود دیگه کم شده بود و استقبال نمیشد از محصولاتم. انگار مثلا مخاطب نمیدونست که چی میتونه از من تهیه کنه. به خاطر همین میترسم، چون بعد از اون پیجه که حدوداً 4000 خورده هم فالوور داشت که بعدش دی اکتیوش کردم،
بعد از اون پیجه میترسم دیگه، این ترسه با هم مونده و اینکه بخوام این محصول، چون واقعا قابلیت اینکه محصولات جدید تولید کنم رو دارم، ولی چون ترسشو دارم خیلی برام سخته. حالا دیگه نمیدونم، شاید که این پیج اونطوری نشه و خوب پیش بره. کنم بالا بردن پیج اینستاگرام خیلی کار سختیه برام و از یه جای به بعد تلاش میکنم که دیگه حواسم به تعداد و عدد و اینجور چیزا نباشه و فقط خودم خوب تولید محتوا کنم، چون واقعا خیلی وقتا مخاطب به عدد نگاه نمیکنه، به کیفیت نگاه میکنه و من بیشتر اوقات فروشام اینطوری بوده. ولی دوست دارم که محصولات مختلفی تولید کنم چون واقعا تواناییشو دارم، ولی از یه طرفی هم چون که ترسشو دارم خیلی سخته. الان که این جایی که دیدی چوبیا رو گذاشتم، فقط منتظرم ببینم مخاطبم چجوری برخورد میکنه و استقبال چجوریه که اگه مثلا خوب بود محصولات دیگه ای هم بیارم، اگه خوب نبود که خداحافظ، فقط روی لبسنجابی رو تمرکز میکنم. اینطوری 90% اوقات این که بخوام حین کار کردن هم صحبت کنم هم فیلم بگیرم خیلی کار سختیه واسم، چون هم تک بعدی هم که معمولا وقتی داری فیلمم میگیری حواست به چند جا پرت میشه و ریسک کارت بیشتره. مثلا من که کارم بیشتر اوقات حساسه. در رابطه با این قضیه تیم سازی هم بخوام صحبت کنم، داره همه چیز خوب پیش میره خدا رو شکر و امیدوارم که بتونم سرعت کار رو بیشتر کنم، به خاطر اینکه سرعت روند کاریم خیلی آرومه، چون همه کارم دستسازه و صفر تا صد همه چیز آروم پیش میره، با دقت پیش میره، با توضیحات پیش میره، به خاطر همین یکم سخته کار کردن. یعنی مثلا وقتی 10 تا سفارش داری مجبوری تو همون 10 تا سفارش بمونی، نمیتونی بعدش سفارش قبول کنی. من که اصلا تا یکم سرم شلوغ میشه سفارش رو میبندم، به خاطر اینکه خیلی استرس میگیرم و حتی تایم استراحت هم دیگه میزنم. ولی دیگه حالا دارم فکر میکنم که اگه چندین نفر کنار دستم باشن که بهم کمک کنن، قطعا میتونم روند کاری رو بیشتر کنم. ببینم چطور پیش میره. این لامپه هم داره میسوزه، هی قطع و وصل میشه. دیگه همین. بعضی اوقات وسطای ویدیو متوجه میشم که میکروفونم خوب کار نکرده یا اینکه صدام قطع و وصل شده، ولی واقعا هر چقدر فکر میکنم برای این کار، این اتفاق، هیچ ایده ای ندارم که چی کار باید بکنم که خوب پیش برم. چی دیگه شما سعی کنید ببخشید، اگه تونستم راه حلی به ذهنم رسید حتما عملیش میکنم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اینم لبسنجابی غول‌پیکری که داشتم میساختمش، تقریبا آماده است، فقط دوخت لباساش و یه سری ریزه‌کاریاش مونده که احتمالاً توی ویدیو بعدی میبینید. و اینکه یادتون نره حتما از من حمایت کنید، حمایتتون باعث انگیزه منه، و اینکه سابسکرایب هم کنید. تا هفته آینده.